اصل این جریان که حالا میخوام بگم در دفتر مکتوب مرحوم آیت الله استاد معظم آقای حاج آقا مرتضی حائری رضوان الله تعالی علیه. من وقت ازشون خواهش کردم درسیشون میرفتم و آشنایی حاصل شده بود و ایشون هم خیلی لطف داشتن. شنیده بودم دفتری دارن که وقایع زمان پدرشون بعدها وقایع مختلف در اونجا هست و مطالب متنوع. خواهش کردم که این را به من بدن. در اون دفتر در یکی از صفحات آن مرحوم فرموده بودن که از پدر بزرگوارشون مرحوم آیت الله العظمی آقای حاج شیخ عبدالکریم نوشتن که پدرم نقل می‌کردن که در سامرا بودیم، زمانی بود است که دلواپسی برای آمدن وبا شهر رو فرا گرفته بوده است که همه ناراحت، همه نگران به کجا برن، رو به که بیاورند. میگن خدمت استاد نشسته بودیم استماع میکردیم درس آقای آمیز محمد تقی را. مرحوم آیت الله فشارکی که استاد دیگر آقای حاج شیخ عبدالکریم بوده از تو کوچه رد می شدند، صدای آقای آمیز محمد تقی رو شنیده بودند، میان بالا می نشینند. بعد از مدت ایشون رو می کند به میرزا محمد تقی شیرازی، میگه آی میرزا شما مرا مجتهد می دانید؟ میفرمان البته من شما را مجتهد می دانم، شک نداره. میفرمان مرا عادل میدانی؟ مرحوم آقای فشارکی به آقای آمیز محمد تقی میگه مرا عادل میدانی؟ میگن مسلم من تو را عادل میدانم. میگن ولایت فقیه را قبول داری؟ میگد که در اطلاقش حرف دارم ولی اشاره بین که اصلش را قبول دارم. این سه سوال و جواب که تمام میشه، بعد مرحوم فشارکی میگن پس من حکم کردم بر تمام شیعیان سامرا که زیارت عاشورا را هر روز بخوانند و ثوابش را هدیه کنند به پیشگاه مقدس حضرت نرگس خاتون سلام الله علیها مادر امام زمان و از ایشون بخوان که شما پیش فرزندتون شفاعت کنید تا او از خدا بخواد که رفع این مشکل بشه. تمام شیعیان سامرا بدون استثناء زن و مرد شروع کردن به زیارت عاشورا، جمعی فردی در هر حالی و اون مطلب هم از حضرت نرگس خواستن و تمنا کردن. مرحوم آیت الله استاد آقای آقا مرتضی حائری نور الله مرقده نوشتن یک نفر از شیعیان سامرا در این جریان از بین نرفت، در حالی که وبا فراگیر شد. مرتب جنازه ها بود که از اونها از بقیه می بردن به قبرستان، ولی یک جنازه از شیعه برای این جهت بیرون نیامد جز یک پاردوزی، اونم معلوم نبود که آیا زیارت رو خونده است یا نخونده و یا این که اگر خونده است آیا به مرض وبا بوده که از دنیا رفته یا مرض دیگر، و الا غیر از این کل جماعت شیعه جانشون مسون و محفوظ موند. و لذا طور شد که اهل سنت همه شرمسار شده بودن، سر به زیر بودن، چون مرتب اونها کشته می دادن، اما شیعه یک نفر در اثر وبا از دست نداد و لذا اونها هم می آمدن جلو قبر حضرت هادی علیه السلام و حضرت عسکری علیه السلام و سلام می کردن و عرض ادب می کردن و می گفتن ما هم مثل شیعه ها به شما سلام می کنیم. یک اعتقاد واقعی به امام زمان چه می کند؟ چرا همه با هم یک نوا نباشند، در خانه امام زمان برند، از امام زمان بخواهند که رفع این بلاها بشه، حتی رفع همین بلای بزرگ انسان برد در خانه امام زمان، زیارت عاشورای حضرت سید الشهدا بخوانه، تقدیم بکند به مادر امام زمان